توی این جهانی که پر از آقازاده‌های عوضی، اخلاق به چه کار ما میاد؟ سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مهمون سینما زیست هستین و این باعث افتخار منه. من همچنان درگیرم که تصویری که برای ویدیو ضبط میکنم و یه خورده بهترش کنم. تصویر ویدیوهای قبلی هیچ مورد پسند من نبود، ولی کار محتوا برای شبکه‌های اجتماعی همینطوری انقدر باید آزمون خطا بکنی تا بالاخره برسی به اون چیزی که دوست داری. و حالا این ویدیو رو یکم متفاوت تر میخوام کار بکنم، تصویر بیشتری از فیلم میبینیم، بریم ببینیم چی عذاب در میاد. تو این ویدیو قراره در مورد جاماندگان یا هولدوور صحبت بکنم، اثر الکساندر پین، و چون زمان زیادی از انتشار این ویدیو گذشته با تفصیل بیشتری در مورد داستانش حرف خواهم زد. یعنی اسپویل داره این ویدیو، هرچند لذتی که از این فیلم میبریم خیلی متکی به افت و خیزهای داستانیش نیست، چون همونطور که یکم جلوتر خواهم گفت این فیلم یک فیلم شخصیت محور نه ماجرا محور و باعث میشه که حالا اسپویل کردن داستان خیلی لطمه‌ای به لذتی که ازش میبریم نزنه. الکساندر پین رو میتونیم یک فیلمساز مستقل توی سینما آمریکا بدونیم که فیلمهاش اونقدر مثل بقیه فیلمهای هالیوودی و جریان اصلی سینما آمریکا متعارف نیستن، البته به غیر از داون سایزینگ و الکشن که به نسبت به اون استانداردها نزدیک ترن. بقیه عموما فیلم هایی هستن که بهشون میگن فیلم های شخصیت محور و ما بیشتر مناسبات و ارتباط کاراکتر با دیگران یا کشمکش های درونی اون با خودش برامون جذابه تا افت و خیز داستانی. شما سایدویز رو ببینید یا مثلا فیلم نبراسکا، اونجا یک مردیه که خودش رو در راه تاکستان‌های آمریکا غرق مستی میکنه و اینجا هم یه مرد دیگه هم هستش که میخواد بره یک سفر جاده‌ای رو شروع میکنه برای دیدن فامیل‌های قدیمیش، به یک شهر زادگاهش میره. معمولا فیلم‌های الکساندر پین کاراکتر اصلی مرد داره و جهان مردانه‌ای رو به تصویر میکشه، غیر از باز الکشن که یک دختر نوجوان کاراکتر اصلیشه. بقیه معمولا در مورد کاراکترهای مردن و جهان مردانه‌ای رو به تصویر میکشن و این مردها معمولا مشکل ارتباط دارن، یعنی نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. این ویژگی ها باعث میشه که ما بتونیم الکساندر پین رو یک کارگردان صاحب سبک بدونیم که حاضر نیست هر پروژه‌ای رو توی هالیوود کار بکنه و سعی میکنه جهان شخصی خودش رو توی فیلمهاش بسازه. فیلم اخیرش هم همین ویژگی ها رو داره، کاراکتر اصلیش مرده، جهانش مردانه است، این مردها مشکل ارتباطی دارن و داستان هم کاملا شخصیت محوره. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. قصه فیلم توی یک مدرسه شبانه روزی میگذره و شخصیت اصلیش معلم تاریخ این مدرسه است، پل هانم. این مدرسه یک مدرسه شبانه روزی مخصوص پولدارهاست که بچه های سناتورها و دولتمردا و پولدارای آمریکایی توی مدرسه درس میخونن و احتمالاً فارغ التحصیلای این مدرسه خودشون یا سناتور میشن یا یک کاره‌ای میشن یا حداقل موفقیتشون پیشاپیش تضمین شده است. نزدیک تعطیلات کریسمسه و همه دانش آموزا قراره برن پیش خانواده هاشون، جز یه عده‌ای که یا خانواده هاشون نیستن یا خانواده هاشون به خاطر تنبیه اونا رو اونجا میگذارن. اتفاقا پل هانم هم داره تنبیه میشه که قراره لله این بچه ها بمونه، چون که به یکی از بچه های این مدرسه نمره نداده و اتفاقا اون پسر سناتوریه که یکی از اسپانسرهای مهم مدرسه است و مدیر اینجا به خاطر اینکه
در واقع یک ضرب شستی به پل هانم نشون بده، اون رو نگه میداره، هرچند اون قرار نیست از این مدرسه هم بیرون بره، قبل از اونم جایی برای رفتن نداشت. پل هانم رابطش با این بچه ها خوب نیست و همون سکانس افتتاحیه فیلم ما میبینیم که نمره های اینها رو که داره میده با یک لذت سادیستیکی به اینا فحش و فضیحت میده و بعد میره سر کلاس با یک لبخندی برگه هاشون رو میده و میگه که همونطور که حدس میزدم از توی شما پخی در نمیاد. اونجایی که تو دفتر مدیر مدرسه دیگه آقای مدیر کلیدا رو به دست پل هانم میده و میگه تو تعطیلات بعد مواظب این بچه ها باشی، در پایان میگه پل تو رو خدا کریسمسه و میتونی حداقل تظاهر کنی که اینا بچه های آدمن، اینا انسانن. من همین سکانس رو که دیدم با خودم گفتم که چته آقای هانم، چرا انقدر با این بچه ها بدی؟ چیزی که در طول فیلم مشخص میشه و اون اینه که پل هانم مشخصا از این دست آدم ها ضربه خورده و نسبت بهشون یک دید کاملا منفی داره. این حد از نفرت پل هانم و همنشینیش با همنشینی 24 ساعته با بچه‌هایی که اینقدر ازشون متنفره شروع داستان ماست. اما یکم جلوتر وقتی که به شکل غیر دراماتیکی به نظر من 4 تا از این بچه‌ها از داستان خارج میشن، ما میفهمیم که داستان اصلی مسئله ارتباط بین انگستالی و پل هانم هست. چرا این دوتا میمونن؟ به خاطر اینکه این دوتا شباهت خیلی زیادی به هم دارن. اولا اینکه هر دو در واقع چندان محبوب نیستن بین معلما، کارکنان و دانش آموزان. حتی یه دل برای پل هانم نمیتپه جز لیدیا که اینم به نظر من یکی از ضعف‌های پرداخت فیلمنامه است که نمیفهمیم چرا لیدیا انقدر ارادت داره به پل هانم. انگستالی هم همینطوریه، بیشتر با دوستاش کلکل داره تا رفاقت و بعدا میفهمیم تو خانواده هم چندان آدم محبوبی نیست. پل هانم هم که اصلا گویا خانواده‌ای نداره. شباهت دیگه شون اینه که هر دو اخراج شدن. در یک جای دراماتیک داستان میفهمیم که پل هانم اصلا از هاروارد اخراج شده و مدرک نداره. انگستالی هم که یک لیست بالا بلندی از اخراجی های دبیرستان های متفاوت داره و اتفاقا استرس داره که اگه این بار هم از این مدرسه اخراج بشه بعد بره مدرسه نظامی و اعزامش کنن ویتنام و میترسه سرنوشتش مثل سرنوشت مری سرآشپز مدرسه بشه که به شهدای آمریکا بپیونده. قبل از اینکه برن به دیدن پدر انگستالی از جیب اون یک شیشه قرص میفته که پل هانم میبینه که انگس قرص ضد افسردگی مصرف میکنه و باز به نظرم به شکل غیر دراماتیکی اون هم دست میکنه تو کیفش و یه قرص در میاره و تو همون صحنه میخوره. انگار نویسنده میخواسته بگه که یکم بیشتر رو شباهت اینا تاکید بکنم و یه خورده شتاب زده این شباهت رو به تصویر کشید. اما این شباهت قراره به چه کاری بیاد توی داستان فیلم؟ ببینید پال هانم با یک عده که ازشون متنفره همنشینی باید بکنه برای مدت 2 هفته. حالا یه عدهشون که میرن یکی از اینا میمونه که خیلی شبیه اونه و اتفاقا توی 2 جا رابطه بین این دوتا عوض میشه. جایگاه برتر پل هانم به عنوان معلم نسبت به شاگردش توی 2 جا شکسته میشه. یکی اونجایی که میرن کلینیک و انگس به پرستار میگه این بابامه و چون با مادرم دعوایین لطفاً از بیمه استفاده نکن. اینجا یک بار از مخمصه نجات میده پل هانمو. یکم اونجایی که پل توی بوستون هم دوره دانشگاهش رو میبینه و اونجا میگه که من آره الان دارم تحقیق میکنم و یه پژوهشگرم و انگس هم میاد پشتش در میاد
و میگه که آره این عموی منه و اتفاقا خیلی پژوهشگر کار درستیه و یک کتاب خفن هم اتفاقا داره مینویسه. اینجا هم باز نجاتش میده. توی اون دو جایی که انگس پشت پل هانم در میاد، دفعه اولش که مربوط به کلینیکه منجر به این میشه که پل هانم قول میده که به مهمونی لیدیا برن، مهمونی شب کریسمسش، و اونجا اینا هر دو سرخورده میشن از ارتباط گرفتن. پل نمیتونه با لیدیا ارتباط بگیره چون میفهمه یک دوست پسر داره، یک دوست پسر کاملا متعارف، و انگس هم به خاطر ماری نمیتونه در واقع با دختر خواهر لیدیا اون ارتباطی که میخواسته رو شکل بده. این سرخوردگی باعث میشه که پال تندی بکنه با انگس و بگه تو کسی هستی که هیچکی نمیخوادت و یک جورایی پروژکت بکنه حال خودش رو روی انگس، و در نتیجه به خاطر عذاب وجدانی که از این قضیه میگیره روز بعدش قول میده که برن بوستون. توی بوستون هستش که اون اتفاق اصلی و کنش نهایی فیلم زمین سازی میشه براش. وقتی اینا به بوستون میرن توی مغازه بهش میگه که تو همیشه برای ما جانماز آب میکشیدی و حرف از اخلاق میزدی، چی شد الان خودت دروغ گفتی؟ اونم میگه چیه، دادگاه نورنبرگ را انداختی؟ این یارو به من تهمت زد که من پایان نامه‌ام از روی اون دارم می‌نویسم، در حالی که دقیقاً برعکس بود، و من هم چون داشتم اخراج می‌شدم با ماشین بهش زدم و این موجب اخراج نهایی من شد. اینم با یک لذتی میگه، همون لذتی که موقع نمره دادن به بچه‌ها داره، انگار همچنان فکر می‌کنه کار درستی کرده. اینجا یک چهره دیگه‌ای از پل هانم می‌بینیم و جالبه این کاراکتریه که چشاش لوچه، یعنی یک چشش یک جایی رو نشون میده، یک چش دیگه یک جای دیگه. هم تو باشگاه بولینگ انگس ازش میپرسه که وقتی داریم باید حرف میزنیم بعد به کدوم چشمت نگاه کنیم، چیزی که جوابش رو نمیده پل هانم. این دوگانگی درون پل هانم یک جای دیگه خودش رو نشون میده و اون جاییه که انگس از دیدار باباش اومده، میرن رستوران و انگس میگه من میترسم شبیه بابام بشم و پل با همدردی بهش میگه که ببین قرار نیست تو بابات یعنی آینده تو باشه یا تو گذشته بابات باشی. پل هانم یک جای دیگه هم در مورد تاریخ حرف میزنه، اون جایی که بعد از این که اینها در حال بازدید از یک کتاب فروشی کنار خیابونن و یک فاحشه میاد و به پل پیشنهاد ارتباط میده، انگس اونو مسخره میکنه که اصلا تو تا حالا سکس داشتی با کسی، و اونم میخنده میگه ببین من اینطوری نبین، منو دست کم نگیر. و بعد از اونجا میرن به موزه و با نشون دادن یک طرح پورنوگرافیک روی یک بشقاب باستانی، یک ظرف باستانی، پل از این حرف میزنه که ببین همه چیز در تاریخ بوده و ما الان صرفا تکرار اون رو میبینیم و هیچ چیز جدیدی قرار نیست اتفاق بیفته. خب اینجا انگار پس دو تا نظریه پل هانم مطرح میکنه، یکی این که تاریخ همش تکراره و هر چیزی قبلا اتفاق افتاده دوباره قرار اتفاق بیفته. دوم اونجایی که با انگس حرف میزنه میگه لزوما تاریخ تکرار نمیشه و ممکنه یک سرنوشت جدیدی برای تو رقم بخوره. کاسموس الیوسیس و ویوس ایپولیپسیس. پل باید تناقض بین این دوتا رو در وجود خودش رفع بکنه و به یک چیز سوم یا به یک سنتزی برسه از اون تز و آنتی تز، به یک سنتزی برسه که بتونه این مسیر رو ادامه بده. تجربه های پیشینش دیگه صادق نیستن. وقتی اونو دعوتش میکنن به مدرسه، به دفتر مدیر و میگن که آقا این رفته بوستون و دیدن پدرش، تو به ما بگو که این لجبازی کرده تا ما بتونیم این رو تکلیفش رو مشخص بکنیم که احتمالاً منجر به اخراجش میشه. پل هانم
با فداکاری که میکنه و این پشت انگس در اومدن با اون دو موردی که انگس پشت هانم در اومده فرق میکنه، چون اون دو مورد برای انگس هزینه‌ای ندارن، اما اینجا پل هانم باید یک هزینه زیادی رو متحمل بشه چون میدونه که منجر به اخراجش از مدرسه خواهد شد. این کار رو میکنه تا به اون سنتزی که مد نظر هست برسه. اینجا فیلم به نظرم داره در مورد اخلاق صحبت میکنه که اینکه آیا اخلاق یک موضع گیری، یک در واقع رویکرد نسبت به ارتباط ما با دیگرانه. خب تصور عمومی هم همینه، یعنی ما فکر میکنیم که اخلاق یعنی اون کارهایی که ما باید در قبال دیگران انجام بدیم، اما فیلم داره یک نظریه دیگه مطرح میکنه و اون اینه که اخلاق یک جور رویکرد ما نسبت به خودمونه. پل هانم قبلا با مسئله زشتی تحقیر ناشی از اخراج مواجه شده. یک بالادستی، یک کسی که جایگاه اجتماعی بالاتر از اون داره تونسته به اون یک انگی بزنه و اونو از مدرسه اخراج بکنه، از دانشگاه اخراج بکنه. اینجا هم انگس تو موقعیت مشابهی قرار داره. پل هانم با این که انگس به اون نگفته که پدرش نمرده و توی تیمارستانه، اینجا میگه نه، این یک پسر کاملا مستعده و من از همنشینی با اون خیلی لذت بردم و نه، اون این کار رو نکرده، من خودم اونو تشویق کردم که به دیدن پدرش بره. به نوعی داره با اخراج شدن خودش و فرار از زندانی که خودش برای خودش ساخته، یعنی همین بارتون، یک آینده جدیدی برای خودش میسازه. یعنی اینجا هم نتایج این عملش به نوعی پارادوکسیکالن. از یک طرف تاریخ برای انگس تکرار نمیشه، ولی تاریخ برای خودش از یک منظر تکرار میشه، چون دوباره مثل اون دفعه که از هاروارد اخراج شده بود این بار هم از بارتون اخراج میشه. اما از یک طرف دیگه منجر به یک جور رهایی میشه برای اون، یعنی از قید اون کاری که اون آقازاده یک زمانی دربارش کرده نجات پیدا میکنه. تجربه‌ای که در نتیجه اون عمل همدوره‌ایش باش مواجه شده بود حبس در بارتون بود و در نهایت در حالی که اون شیشه مشروبی که اول فیلم بهش اشاره میشه با خودش ورداشته، یعنی دزدیده از دفتر مدیر مدرسه، در حالی که یه پک از اون رو تو دهنش میچرخونه و بعد تف میکنه بیرون، یک مسیر جدیدی رو پیش میگیره. انگار فیلم داره در مورد این صحبت میکنه که اخلاق یک موضعی هست نسبت به خودمون. یعنی وقتی من به زشتی تحقیر شدن پی بردم، وقتی جای تحقیر میشم و میفهمم چقدر این کار زهرش رو وارد وجود من میکنه، وقتی تو موقعیتی قرار میگیرم که دیگری رو میتونم تحقیر بکنم و تن به این کار میدم و این حس رو به دیگری میچشونم، به نوعی دارم روی اون بخش از وجود خودم که شهودن به زشتی این کار پی برده و با تمام گوشت و پوستش زهر این قضیه رو حس کرده، روی این بخش از وجودم پا میگذارم. و پل هانم به واسطه یک انتخاب متفاوتی که میکنه دست به یک عمل اخلاقی میزنه که برای خودش مفیده، هرچند برای انگس هم خیلی مفیده. پس فیلم یک شباهتی میسازه بین یک معلم و شاگرد که در طول داستان رابطه بین اینها یکم متفاوت میشه دیگه، جایگاه معلم اونقدر بالاتر نیست، یک رفاقتی بینشون شکل میگیره. حتی توی اون صحنه سالن بولینگ این انگسه که معلم در واقع هانم میشه و بهش یاد میده چطور توپو بنداز. این رابطه تبدیل به یک رابطه رفاقتی میشه و در نهایت پل هانم با نقشه برآب شدن اون تصور قبلی که نسبت به این قشر داره تصمیم میگیره به خاطر خودش برای یکی از اینها ایثار بکنه و نذاره
اون شاگرد به سرنوشتی که خودش دچار شده دچار بشه. توی این در واقع تقدیری که رقم میخوره مهر تأثیر داشته. یعنی همونطور که گفتم یک جا انگس میگه این بابای منه و یک جا میگه این عموی منه و وقتی از بوستون برمیگردن حس یک سفر خانوادگی دارن، چیزی که هر دو به شدت فقدانش رو حس میکنن. یعنی این دو با هم چیزهایی رو تجربه کردن که تا الان براشون در واقع اتفاق نیفتاده، تجربه نابی رو دارن که نمیتونن به راحتی ازش بگذرن و این منجر میشه به اون کنش نهایی فیلم که در مورد در واقع به نظر من یک مبحثی هست در مورد اخلاق و فرجامی که برای این دوستی نویسنده و فیلمساز رقم میزنن. اگر بخوام حالا یه خورده جنبه سینمایی اثر رو هم ببینم، من این بس سعی میکنم پایان هر ویدیو به یه سری از مؤلفه های اون ریت بدم. به نظر من بهترین شخصیت پردازی طبعا مربوط به پل هانم با بازی خوب پل جیاماتی که از بازیگران مورد علاقه منه و خیلی خوب تونسته اینجا مرز بین کمدی و درام رو در بیاره، نه خیلی به سمت در واقع کمدی کشیده شده و نه از اون طرف طوریه که اون جایی که نیاز داره خنده بگیره ناکام بمونه. بدترین شخصیت پردازی رو توی این فیلم میدم به لیدیا کرین. لیدیا معلوم نیست، اصلا هیچ پرداختی برای صورت نگرفته که چرا از پال خوشش میاد. با اینکه توی اون صحنه مهمونی میبینیم یک دوست پسر کاملا متعارف داره، از این آدم خاص مشخصا نمیدونیم چرا خوشش میاد. یک کاراکتریه که به نظر من خیلی بلا تکلیفه ولی نقش مهمی توی داستان بهش داده شده، برای همین من بهش بدترین شخصیت پردازی رو میدم. بهترین کنش رو میدم به اون سکانسی که توی رستورانن و انگس اون بستنی رو میخواد که توش یه خورده مشروب داره و اون گارسون این سفارش رو قبول نمیکنه. بعد این ستایی با هم میرن روی کاپوت ماشین این بستنی میخوان درست بکنن ولی موفق هم نمیشن، منتها اکت خیلی خوشگلیه. و بدترین کنش رو هم میدم به اون اکتی که بابا یکی از بچه ها میاد به شکل غیر دراماتیکی هر چارتای اینها رو میبره با هلیکوپتر شخصیش برای اسکی تا اینا از داستان حذف بشن. انگار این بچه های طفلی رو حتی قصه هم نخواسته، اینایی که پدر مادرشون نخواسته بودنشون انگار قصه فیلم هم نمیخوادشون و به طرز غیر دراماتیکی اون رو از داستان پرت میکنه بیرون. فعلا